ادامه تمرینات بداهه نوازی که دوستان درخواست کرده بودن، ادامه همون ویدیوها رو میریم. ماهور سل، سرکلدون فا دیز هست و اینکه حالا تو ویدیوهای بعدی براتون دستگاه‌های دیگه و اینکه ماهورهای دیگه هم توضیح خواهم داد، مثل ماهور ر، ماهور دو، ماهور فا. ولی غالب همونه. اگر که تمرین داشته باشید بتونید یکی رو خوب بزنید، تکنیک‌های مختلف رو اجرا کنید، طبیعتاً خب تو دستگاه دیگه طبق توضیحی که خدمتتون خواهم داد و اینکه فاصله ها رو بتونید درست رعایت کنید، آوازهای دیگه هم میتونید اجرا کنید. ادامه همون رو میرم. تو ویدیو قبلی هم عرض کردم این ویدیو مخصوص اون دسته از عزیزانی که ردیف استاد صبا رو زدن، حالا میخوان یه بداهه نوازی ساده‌ای رو داشته باشن و بتونن اجرا کنن. از سیم اول شروع میکنیم. یه بار گامش رو دوباره بزنیم مثل همه ویدیوها. فا دیز، لا، سی، دو بکار، سل به فا بچسبه، برمیگردیم. آرپژ سل اجرا کردم. آرپژ سل، سل، سی، ر، سل، سی، ر، سل، فا، سل. فا، سل، لا، سل، فا، می، ره. میتونین همه رو با یه آرشه بزنیم تا اینجا، تا می، ره بشه یه آرشه دیگه. یعنی فا، سل، لا، سل، فا، می با یه آرشه، ره آرشه چپ، یا آرشای جدا. ولی اینو که زدین میتونید تکنیک دیگه بهش اضافه کنین، یعنی روی لا یه دونه گلیساندو هم بدین. فا، سل، لا، از لا انگشت رو از روی سل میکشیم میره جلو، لا دوباره برمیگره، فا، سل، لا، سل، فا. فکر کنین خواننده میخونه دا را 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 را. سی، دو، می، از دو به می گلیس داریم، یعنی هم میتونید با انگشت چهارم بکشین، یعنی سی، دو، می، سی، دو، می. هم میتونید دومه رو بکشین تو پوزیشن، سی، دو، می، ره، سی، لا، سی، ره، دوباره گلیساندو، ره، دو، لا، لا، فا، ره، فا، لا. سی رو سی، ویبره زیاد، سی، لا، 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 دو، سی، لا، سل، فا، سل. سل، فا، سل، لا، سی، دو، ره. همش با یارشه یا آرشای جدا، یا همش با یارشه. دو، سی، ره. فقط دو، سی، ره صدا از پایین میاد بالا، از پیانو فورته. دو، سی، ره، دو، سی، ره، کرشاندو. دو، ره، می، تکیه، ره، می، ره، دو، ره، دو، سی، لا، سی، لا، سی، لا، سی. سی رو اینجا کارو میکنیم، لا، سی، لا، سی، لا، سی، لا، سی، لا، سل. دوباره همون سل، فا، سل، لا، سی، دو، ره. سی، دو، ره، سی، دو، ره، سی، دو، ره، سی، دو، ره. پایین می، دو، بالا جوابش می، دو. اینو هر چند بار بخوایم تکرار کنیم. همه اینا عرض کردم خدمتتون که سلیقه‌ای هست توی آوازارم که میزدم. عرض کردم بعد از اینکه هر گوشه رو زدید میتونید کتابو ببندید، اون چیزی که برداشت خودتون هست تا اونجایی که از قالب اون گوشه و آواز یا دستگاه خارج نشه میتونید تغییرات توش اعمال کنید. ولی همه اینا سلیقه‌ای، میتونید هر چند بار که دوست دارین تکرار کنید. لا، سی، دو، سی، لا، دو، ره، سی، ره، سی، ره، سی. sol, la, si, la, sol, si, la, sol, si, la, sol, si.
لا دو لا بالا، لا لا فا فا ره ره لا، دو سی لا سول فا سول می فا سول فا سول. دو سی لا یا جدا یا با هم، یا با هم، می فا سول فا سول. می ره می فا می فا سول فا سول، میشه سول فا سول لا سول لا فا. دوبل سیم چهارم بیاد، فا می فا سول فا سول. میتونی همین که می هست تیم اول باش بکنی، انگشت رو بر نمیداریم. میشه ره می فا می فا سول فا سول لا، میشه سول لا فا. رو همشون ویبره، سول لا فا سول. از اینجا سول لا سی دو ره می فا سول لا سی دو ره می فا سول. یه دونه گام سول رفتش رو اجرا کردم. حالا میتونین آرشای جدا بزنیم یا با هم. دونه دونه نوتا کم میشه، سولا فا سول. هر دو تا نوتاشو میتونیم توی آرشه بذاریم، سولا فا سول می فا ره می دو ره سی دو لا سی سولا فا سول می فا ره می دو ره سی دو لا سی سولا سول. میتونیم هر 8 نوتاشو بذارین داخل یک آرشه. آرشه ها هم باز سلیقه‌ایه. شه می ره می فا می فا سول لا فا سول، ره می فا سول فا سول. ره ره سی می می دو فا فا ره سول سول می لا لا فا سول. فا سول لا فا سول لا فا سول لا فا سول لا فا سول. از سول آرشه رو میکشیم تا سول انگشت دوم رو سیم اول، سول فا می ره دو سی لا سول فا سول فا سول. 4-0 همون 4-0 که زدین صدای فرعی میری جلوه، ره سول. توی همه ویدیو عرض کردم، توی این ویدیو هم میگم، معنا به خواسته دوستان ما این ویدیو رو تهیه میکنیم. هدف خدمت و کمک کوچیکی به اون دسته از عزیزانی هست که دسترسی به معلم و کلاس ندارن، وگرنه هیچ گونه ادعایی پشت هیچ گونه از این فیلم‌ها نیست. فقط امیدوارم که تونسته باشیم خدمت کوچیک و کمک کوچیکی به شما عزیزان کرده باشیم. اگر که سوال ایرادی بود با شماره تلفن‌های اول ویدیو یا با موبایل خودم 912 218 61 97 تماس بگیرید. با کمال میل در خدمت شما خواهم بود.